بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان. الله رو سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق رو نصیب بنده و همکاران بنده کرد تا در یک دیگر از برنامه‌های سفره ده در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم با موضوعی دیگر از موضوعات مرتبط به برنامه. در برنامه امروز هم به همراه شما عزیزان در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم بود و موضوعی جدید. در ابتدا بنده از طرف خودم و به نمایندگی از همه شما بینندگان عزیز عرض سلام دارم و ادب و احترام و خوش آمدگویی خدمت جناب دکتر. جناب دکتر خوش آمدید. احمد جان داریم جناب دکتر همراه خودمون؟ السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید. به جناب آقای سلیمانی. امروز بازم جناب دکتر از اون حرکت‌های عجیب و غریبی بود که سلام علیکم. سلامتی. من نمیدونم من دست شما باید چیکار بکنم شما بخواید بشینید تا من با بینندگان عزیز یک صحبتی داشته باشم. جناب دکتر بسیار خوش اومدید. خیلی خیلی ممنون لطف دارید. جناب دکتر یه لحظه دوربین منو بده احمد جان که من یک صحبتی با بینندگان بکنم. دفعه پیش آقای سلیمانی اعتراض داشتید که نمیدونم اصلا هفته گذشته که برنامه رو اجرا نکردید. من اومدم ببینم چه خبره. حقیقتش من همیشه وقتی که بچه‌ها زیاد پشت صحنه این طرف اون طرف میپرن و صحبت‌هایی میکنن من شک میکنم که یک آشی پختن برای من و من الان تازه خبر شدم حضور جناب دکتر رو در جمع ما و من منتظر بودم که امروز هم حضور جناب دکتر از پشت صحنه داشته باشیم و از نیم ساعت پیش من تو استودیو فرستادن بچه‌ها که اصلا حضور جناب دکتر رو هم ندیدم. من تازه الان هم برای اولین بار دارم جناب دکتر رو میبینم و خیلی خوشحالم از اینکه حضور جناب دکتر رو داریم. خواهش لطف دارید. جناب دکتر خوش اومدید. خیلی خیلی خوش حداقل یک خبری میدادید ما میومدیم فرودگاه استقبالتون. خواهش میکنم. من دیدم که شما به برنامه هفته گذشته نرفتید. گفتم ببینم چه خبره تو استودیو، خبرایی هست من اطلاع ندارم. گفتم بیام خودم سرکشی. خیلی خوش اومدید. والله من نمیدونم از حضور جناب دکتر خوشحال باشم یا از این حرکت‌های بچه‌ها پشت صحنه حالا چی بگم عصبانی. به هر حال خیلی خوش اومدید جناب دکتر. خیلی مقدم میگم حضور شما رو. برنامه چی است و موضوع چی است؟ برنامه ما و دوستان عزیز خیلی خوشحالیم از اینکه شما رو در جمع خودمون داریم. خصوص که به هر حال ما در برنامه‌های گذشته شما رو از راه دور داشتیم و الان شما رو از راه نزدیک داریم الحمدلله و صحبت ابتدایی شما رو با بینندگان بشنویم و حداقل من فرصت ندادم به شما صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خدمت همه شما عزیزان بینندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که همیشه انشالله شادکام و خوشبخت باشید. امروز دوستان برنامه رو اینطور ترتیب داده بودند که بنده خدمت برسم و از نزدیک با شما باشم. البته استاد سلیمانی از این جریان اطلاع نداشت و خواستیم پیشون رو یکم دست بندازیم و غافلگیر کنیم و به حمد الله اولین بارتون از این چندمین باریه که من رو دوستان غافلگیر میکنم و همچنین جناب دکتر گرچه همه نقشا زیر سر جناب دکتر رو میدونم که اصل مدیر کل این سورپرایز ها و این غافلگیری ها جناب دکتر هستن. به هر حال جناب دکتر خوش اومدید. خیلی خوش افتخار دادید به جمع ما و بینندگان عزیز و خیلی خوشحال شدیم. خیلی خوشحال شدیم که از نزدیک به هر حال اومدیم و میتونیم دستبوس شما عزیزان باشیم. خواهش میکنم استاد. ما عرض ارادت داریم خدمت شما و داشتیم همیشه. اگر اجازه بدید ما به همراه بینندگان عزیز موضوعی رو که من انتظار داشتم از راه دور با شما در میان بگذارم الحمدلله از راه نزدیک با شما در تماس باشیم و صحبت بکنیم. درباره کودکان ما صحبتی رو آغاز کردیم به همراه شما در برنامه‌های گذشته و از کودکان و تربیت کودکان گفتیم
و قرار بود با شما در این برنامه درباره مسئولیت کودکان و مسئولیت پذیری در کودکان صحبت بکنیم. اجازه بدید با خود بحث مسئولیت پذیری بحث آغاز بکنیم که موضوع چه خواهد بود. در خدمت هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. حکایت مسئولیت پذیری اصلا با خود ایمان و مؤمن به هر حال یک لطافت و یک رابطه مستقیمی داره. مسئولیت پذیری اصلا یعنی چی؟ یعنی اینی که من بدونم کی هستم و خودم رو بشناسم و اطراف خودم رو هم احساس کنم و درک کنم. یکی خودم رو درک کنم، یکی هم اطراف خودم رو. به این معنا که مثلا اگر همچنین موردی پیش نیاد، اون طرف رو ما چی احساس میکنیم؟ احساس میکنیم یه چیزی هست، یک خللی وجود داره. به طور مثال یه معتاد خودش رو احساس نمیکنه، اطرافیانش رو هم احساس نمیکنه. در ثانی یه انسان لاابالی، یه انسان فاقد ارزش، یه انسانی هست که به اصطلاح از چشم همه افتاده. در مقابل این مؤمن هست که مؤمن اصلا طبیعت فطرت انسانی همین است که خداوند متعال انسانی رو وقتی یا کودک به دنیا میاد یا هر انسانی بر مبنای مسئولیت پذیری است. یعنی این از فطرت انسان است. کل مولود یولد علی الفطره. از جمله مواردی که از فطرت انسانی هست اینه که مسئولیت پذیر هست. خب خودش رو احساس میکنه و اطرافش رو هم احساس میکنه. مثلا حتی چیزایی که ما اصلا تصورش نمیکنیم. حتی یه نوزاد وقتی مثلا خیلی اتفاق افتاده اون قدیما، اگر مثلا نوزادی به دنیا می اومد و همون یه روز دو روز اول مادرش وفات میکرد، خب میگشتن که کسی بیاد این نوزادو به اصطلاح شیر بده. خب این نوزاد سینه هیچ کس رو نمیگرفت. اون وقت پیرزنا چیکار میکردن؟ میگفتن که جناب آخرین باری که مادرش به شیر داده بود کی بود؟ چه لباسی پوشیده بود؟ اون لباسه رو میگرفتن میذاشتن زیر بغل به اصطلاح خانومی که میخواد بهش سینه بده. خب اون لباسه رو بچه بو میگرفت، از بوی این لباسه پستون جدید رو میگرفت. یعنی بچه احساس اطرافش رو داره، بوی مادرش رو قبل از این که هنوز بچه بیناییش به راه نیفتاده، اما بویاییش احساس داره، اطرافش رو احساس میکنه، خودش رو احساس میکنه. مؤمن چی هست؟ مؤمن کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین مؤمنان بودید و بهترین امتیان بودید که برای مردم برگزیده شدید. ویژگی ما چی هست؟ ویژگی ما مسئولیت پذیری. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر یعنی چی؟ یعنی من اینی که یک خوبی رو احساس میکنم، این رو از فضایل میدونم، از نمو شخصیتی خودم میدونم، از اعتبار خودم میدونم. خب و این رو نیاز جامعه میدونم، خودم رو بر اون بارور میکنم، به جامعه منتقل میکنم. چرا منتقل میکنم؟ چون مسئولیت دارم. و تنهون عن المنکر، اینی که به اصطلاح من یک بدی رو، یه زشتی رو در خودم میبینم یا برای خودم شایسته نمیدونم و همچنین برای دیگران شایسته نمیدونم. اگر کسی این کارو کرد منعش میکنم، سعی میکنم که از اون به صورت دست بکشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که احساس مسئولیت دارم. به همین صورت یک انسان همیشه در پی این است که به اصطلاح خودشون نشون بده، شخصیت خودشون. از همون کوچیکی بچه ها رو میبینی که 2 ساله که نشدن شروع میکنن، میخوان که عاشق کمک به دیگران هستن. تو هر چیزی میخوان دست داشته باشن، کمک کنن، به مادرشون کمک کنن، حالا یه چیزی دستشون رو هم شاید ببرن. خب اما میخوان که در مسیر به اصطلاح خدمت به مادرشون این ور اون ور نقشی داشته باشن. اینجاست که به اصطلاح همونطوری که مادر و پدر و جامعه و اطرافیان میتونن منحرفش کنند از باورهای دیگه، از جانب مسئولیت پذیری هم میتونن منحرفش کنن. مادر وقتی که بچه میخواد با هر چه خوب در پی اینه که به اصطلاح خودش همه کارهای خودش انجام بده، اما مادر میاد از روی به اصطلاح عدم درایت درست میاد چیکار میکنه؟ این پروسه فطری رو به هم میزنه. بچه میخواد خودش غذا بخوره، اما مادر به فکر این نیست که بچه داره یک فن و یک مهارت جدیدی رو یاد میگیره
بچه چیکار، مادر چیکار میکنه؟ میاد میگه که نه، لباساتو کثیف میکنیم. به خاطر حفظ نظافت لباساش بچه رو از یک مهارت و یک فنی که در مسیر زندگی نیازمند اونه محروم میکنه. به خاطر به اصطلاح یک دلسوزی بیجای حضرت علی رضی الله عنه یک جمله بسیار زیبایی داره، میفرمایند که اشفقوا علی ابنائکم من شفقتکم علیهم. یعنی خیلی از مهربونی ها واسه درد سره، خیلی از مهربونی ها مضر هست که ما میخوایم که به اصطلاح یه جوری قضیه بره، نمیخوایم طرف، خب اینو در تصورمون نیست که طرف به اصطلاح یه چیزی یاد میگیره، یه مهارتی نیازش هست، همون احساس وجودش، احساس شخصیتش، اون به اصطلاح اینی که خودش رو نشون بده، خودش رو ثابت کنه که من هم وجود دارم. گفتیم مسئولیت پذیری اینی که من خودم رو احساس کنم و اطرافیان هم رو احساس کنم، اطراف هم رو احساس کنم که چی میگذره، چی بی چیه، من کجام در این معادله، من کجا هستم. هر یکی از بچه ها، هر یکی از انسان ها، خداوند دو تا انسان مثل هم خلق نمیکنه. خب هر یکی بسیار، ما عدد نیستیم که آقای فلانی چند تا بچه داری؟ 10 تا. خب 10می با 9می فرقش چیه؟ هیچ دیگه، همه بچه‌ن. نه خیر، هر یکی واسه خودش شخصیت خودش رو داره، هر یکی واسه خودش اون روح و اون نمیدونم استعدادات و همه چیزش فرق میکنه. اینجا که ما وقتی که میفهمیم که مسئولیت پذیری چقدر مهم هست، ببینید همه پروسه تعلیم و تربیت، ما چی میخوایم از همه پروسه تعلیم و تربیت؟ این رو میخوایم که یه شخص مفیدی باشه تو جامعه. خب همین یعنی ما میخوایم که مسئولیت پذیری رو در فرد بکاریم، میخوایم این رو طوری تربیت کنیم که مسئولیت پذیر باشه در مقابل خودش و در مقابل دیگران، اطرافیان. یعنی وقتی که بچه مثلا تو خونه است، خب یک ویژگی‌هایی هست که به اصطلاح مسئولیت پذیری شخصی هست، اون چیزی که مال خودم هست، وظیفه خودم هست. بچه‌ای که به اصطلاح وظیفه‌شه که به اصطلاح مسواک بزنه، نمیدونم رخت خوابش رو جمع کنه، کارهای شخصی خودش رو بکنه، در قبال اینها احساس کنه که من مسئولم، من باید این کار رو بکنم. خب ببینید فرق بین مسئولیت پذیری و بین چی؟ بین مثلا وظیفه. وظیفه اون چیزیه که بهش محول میکنن که این کار رو باید انجام بدی، این کار باید بشه. خب یه جوری به اصطلاح بهش تحمیل میشه، حالا میخواد یا نمیخواد، انجام میده یا نمیشه. در حالی که به اصطلاح مسئولیت پذیری چطور است؟ مسئولیت پذیری انگار که یک معاهده است، یک قرارداد است، نوشته نشده، بین اطراف جامعه معروفه دیگه. خب یعنی خانم با شوهرش چه مسئولیت‌هایی در قبال هم دیگه دارن، من در مقابل به اصطلاح والدین و اطرافیان، بچه در مقابل جامعه، من در مقابل دوست و اطراف، هممون یه مسئولیت‌هایی در قبال هم دیگه داریم. خب این مسئولیت‌ها نوشته شده که نیست، اما اینقدر یه قراردادی هست، امضا شده است، نانوشته، که این رو ما انجام میدیم بدون اینکه اونجا یه زوری باشه، یه قدرتی باشه، یه کسی باشه که ما تحمیل کنه. این نیروی درونی است، یه نیروی واکنش درونی، یک انگیزه است که این انگیزه یک انگیزه به اصطلاح خیلی مهم هست. تنها از خودت باشه. ببینید ما یه اشتباهی که در بعضی از موارد تربیتی خودمون میکنیم، میایم مثلا میگیم آقا موارد دینی خودمون میگیم اینا فرض کفایه است، اینا فرض عین هست. فرض عین آقا چیه؟ فرض عین اون چیزیه که هر انسانی باید انجام بده. خب فرض کفایه یعنی چی؟ آقا بعضیا انجام دادن، بعضیا ندادن، مهم نیست، گذشت. اما یادمون میره که چرا بعضیا ما نباشیم؟ چرا ما نباشیم؟ مگه نه که این که اسمش فرض هست؟ فرض که هست یعنی ترکش گناه هست. خب چرا من این فرض رو، این واجب رو، این چیز مهم رو، این جانب عبادی رو بذارم برای دیگران و خودم اون شخص نباشم؟ درست. که این کفایه رو از به اصطلاح این بار رو از دوش اون افرادی که عاجزند بردارم. فرض عین یعنی یک مسئولیت پذیری شخصی.
فرض کفایه یعنی یک مسئولیت پذیری اجتماعی. و قیمت انسان به چی هست؟ قیمت و ارزش انسان به اون خودی خودش نیست. انسان احترامش و شخصیتش وقتی هست که به اصطلاح دایره اهتماماتش و مسئولیت پذیریش بیشتر باشه. یه انسان وقتی که خودش به اصطلاح زندگی میکنه، این آقا موفق شد، پیروز شد، پیروزیش پیروزی یه نفره، شکستش مال خودش و احیانا شکستش مال دیگران هم هست، چون در محیطی هست. انسان یه موجود اجتماعی است. خب اما یک فردی که بعضی از افراد هستن که موفقیتشون موفقیت یک امت هست، درست، پیروزیشون پیروزی یک امت هست. اینجاست که ما باید فرزندانمون رو بر همین منوال تربیت کنیم. مثلا ما در ریتم فرهنگی خودمون این رو داریم اما بهش بها نمیدیم، آپدیتش نمی کنیم. همینی که ما بچه‌هامون رو مثلا اسمش رو میذاریم خالد، یعنی چی؟ وقتی بچه‌مون رو اسمش رو گذاشتیم علی، حسین، نمیدونم محمود، نمیدونم مصطفی، اسمش رو گذاشتیم محمد، اسمایی که ما برای بچه‌هامون انتخاب میکنیم، اسمش رو میذاریم بدرالدین. خب اینا واسه چی هست؟ یعنی اینی که ما میخواهیم به این فرزندمون یاد بدیم که شما مسئولید که این شخصیت تاریخی که تونسته یک برای خودش یک مجد و یک عظمت و یک به اصطلاح تاریخی رو رقم بزنه، ما میخوایم که تو تکرارش کنیم. ما میخوایم که تو اسمتو گذاشتیم خالد تا در شجاعت و جوانمردی و پهلوانی خالد باشیم. اسمتو گذاشتیم صلاح الدین تا همچنین. اینه که این روحیه و این جزء از فطرت هست، قضیه مسئولیت پذیری. اما خود اطرافیان و به خصوص پدر و مادر اینجا هستن که خیلی نقش دارن. وقتی ما در زندگی بعضی از افراد میخونیم، مثل مثلا محمد فاتح، میگن که مادرش از همون 2 ساله که بود اسمش رو گذاشته بود محمد فاتح، می آوردهش نشون میداد به اصطلاح قلعه قسطنطنیه رو، استانبول امروزی رو بهش نشون میداد، میگفت محمد پسرم اسمتو گذاشتم محمد فاتح، تو باید این به اصطلاح قلعه رو، این شهر رو فتح کنی، چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کسی رو که این قلعه رو فتح میکنه بشارت داده به بهشت. خب این رو از کوچیکی در ذهن بچه وقتی میکاره یعنی چی؟ یعنی بعد حس مسئولیت پذیری میخواد درش بارنگ کنه. خیلی ببینید حس مسئولیت پذیری همگام پیش میره با چی؟ با اینی که شما بهش احترام بذارید. اجازه بدید جناب دکتر قبل از اینکه به موضوع برسیم، من بدون مجامله و بدون تعارف، من هر چی میخوام صحبت‌های جناب دکتر رو تمرکز بگیرم نمیتونم. حقیقتش اولین حضور جناب دکتر روبروی منه بعد از چند ماه. من الان تو ذهنم هم صحبت‌های جناب دکتر رو دارم جمع میکنم، هم هی فکر میکنم کی اومدن، چرا من خبر ندادن، چرا اینجوری شد، کی چجوری وارد شدن، چی شد، هی نگاه میکنم نمیتونم تمرکز بکنم. میام برنامه میبینیم، برمیگردیم، ان شاءالله باز در خدمت شما خواهیم بود با ادامه این موضوع. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علی عبدالله. الله اکبر، الله اکبر. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. من مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مدام حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از آلت رو زحمت داریم. بعد از هلند نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم.
مادر محمد هستم از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب افسری. من بیخی هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادرم محمود اسمه. آقای افسری از افغانستان مزاحم میشم. سلام، من هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. سال 7 گامی در راستای بیداری. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان. در خدمت شما هستیم همچنان با این غافلگیری های جناب دکتر و احمد و رفیع و بقیه دوستان و من پوزش می‌طلبم از شما. حقیقتا اگر خلل ایجاد کردم در موضوع برنامه و تمرکز شما عزیزان در خلال صحبت جناب دکتر، رو حق بدید به من که نمیتونستم تمرکز داشته باشم. انشالله که بیشتر از این سعی میکنم که تمرکز داشته باشیم در خلال موضوعی که با جناب دکتر مطرح میکنیم در این برنامه درباره مسئولیت پذیری کودکان. جناب دکتر، اولین قدم در راه بارور کردن این مسئولیت پذیری در کودکان چی هست؟ ببینید، ما قبلا هم روی این به اصطلاح زیاد تاکید داشتیم که به کودکان یا به همدیگه عموما باید برای همدیگه احترام قائل بشیم و فرق بین احترام قائل شدن و آداب و تعارفات رو قبلا هم گفتیم. احترام قائل شدن یعنی اینی که به اصطلاح نه اینی که مثلا من جلوش مؤدب میشینم، نمیدونم با صدای خوب صداش میزنم فلان، اینا رو میگیم که آداب اجتماعی است. خب اما احترام گذاشتن یعنی که من به شخصیتش احترام کنم، من قبولش دارم، همون طوری که هست قبولش دارم، با همه خوبی و بدیاش قبولش دارم، همینی که هست. یعنی وقتی خداوند متعال به ما میگه که به اصطلاح المال و البنون زینت الحیات الدنیا، یعنی فرزندانتون از زینت و زیبایی زندگی دنیا هستند، پس از این زینت لذت ببریم، از وجودشون به اصطلاح وجودشون به خاطر این نیست که به اصطلاح این کارو انجام میدن یا اون کارو انجام نمیدن. این مسائل سلوک، رفتاری، گفتاری، اینا مسائل تربوی که هست، اینا اون شخصیت طرف رو از بین نمیبریم. خود وجود ذاتش ما دوستش داریم چون فرزندمون هست، چون نعمت الهی است. حالا اگر یک اشتباهی چیزی صورت گرفت، اون اشتباه رو برطرف میکنیم، اون بیماری رو به اصطلاح مداوا میکنیم. و مهمترین چیزی که وقتی ما میخوایم بگیم که به اصطلاح این فرزند باید مسئولیت پذیر باشه، وقتی مسئولیت پذیر شد یا میتونه بشه که تکیهگاهش من نباشم، تکیه رو پای خودش وایسه. نیاز نداره به تکیهگاه فکر میکنید؟ نیاز داره، اما تا وقتی که روی پای خودم را نرم و با پای دیگران را برم، من نمیتونم یک انسان مستقل باشم، یک شخصیت مستقل باشم.
من میخوام به بچم کمک کنم، کمکی نیست که دستش رو بگیرم که نیفته، بذارم بیفته تا راه رفتن یاد بگیره، تو بلند شدن رو بهش یاد بدم. دقیقاً. ببینید وقتی ما حتی در اشتباهات ما تشویق میکردیم، یادمون میره آخه. خب بچه همین بچه نبود مگه وقتی که میافتاد یه 2 قدم رو میرفت و میافتاد، مادر نمیگفت خاک به سرت راه رفتن بلد نیستی، کف میزد، اطرافیان تشویقش میکردن، بابا افتاد، چون طبیعت راهه. اونجا چیکار میکردیم؟ افتادن رو ما نمیدیدیم، تلاش رو میدیدیم، تلاش رو تشویق میکردیم. من این شکستم طبیعت این تلاش. دقیقاً. الان چی؟ یکم بزرگتر شد تا چاقو رو به دستش گرفت، اوه داد و هوامون بالا رفت. چرا چاقو رو تو دست بچه میبینیم، اون انگیزه بچه رو نمیبینیم که این چاقو رو برداشته تا پیاز رو تیکه کنه برای مامانش؟ این خوبی رو ندیدیم، این رو دیدیم به خاطر خطر. خب اینجا ما میتونستیم به یک شیوه دیگه یعنی جهت دهیش کنیم، بفهمونیم که این چاقو خطرناکه و هیچ وقت هیچ بچه رو از چیزی منع نکنیم مگر اینی که بهش بگیم چرا. خب تا چاقو رو دستش گرفت، تق سیلی اومد تو سرش، چرا منو زد؟ بیشتر تحریک میشه برای مسیرش. اصلا میبینه که من چی شده، چی مگه من چیکار کردم؟ خواستم مادرم رو کمک کنم، زدم، چرا منو زد؟ خب اینه که بار منفیش بیشتره این کار. خیلی اون سرکوفت میخوره، شخصیتش خرد میشه. ما بعداً اشاره خواهیم کرد که از مهمترین موارد این است که ما طرد نکنیم طرف رو، درست، خردش نکنیم. خب احترامش بذاریم. یعنی احترام یعنی چی؟ یعنی اون استقلال شخصیتی که توش هست اون رو براش قدر بدونیم. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آب می نوشن. خب از اخلاق اسلامی هست وقتی ما میخوایم آب بنوشیم، چیزی میخوایم به کسی تعارف کنیم، تعارف میکنیم به کی؟ کسی که سمت راست ماست. سمت راست پیامبر یه پسر بچه است. سمت چپ پیامبر شخصیت های بزرگ و افرادی به اصطلاح سال خورده که واسه خودشون عمری رو گذروندن، نقشی دارن تو جامعه. دقیقاً. آداب اسلامی میگه که اولویت با کی است؟ با سمت یه قاعده راستی، یه قاعده از سمت راست شروع میشه، هر کی میخواد باشه. اما خب عرف جامعه میگه که احترام بزرگتر. بله. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب میخوان که عرف جامعه اجرا بشه، به بزرگتر بدن. خب اما حق این رو نباید ضایع کرد. این کوچیک بچه است، این اعتبار ماست. اعتبار یک انسان مربی، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که مربی تمام بشریت هست، این یک انسان هست، این شخصیت هست، این فردای جامعه هست. من ساختمش، فردا رو ساختم، خوردش کردم، فردا رو از بین بردم. پسرم نوبت شماست آب دادن. اما خب بزرگسالان اینجا هستن، اجازه میدهید احترام شخصیتش، احترام ارادش، تصمیم گیریش، حقش. اجازه میدید من این آب رو بدم به اصطلاح بزرگسالان. آقا پسر تصمیم میگیره در بین، خب الان شخصیت خودشه، کسی دیگه حرف نمیزنه، چشای باباش نیست که از دور حرف بزنه، با پای خودش داره حرکت میکنه، با پای کسی دیگه نه. اراده خودش هست. میگه که والله یا رسول الله نصیبم رو از شما من بیش کنم، این حق منه، این حق منه و این شرف است برای من که من بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم آب بنوشم. از اون جایی که پیامبر آب نوشوده، از همونجا لبم رو بذارم آب بنوشم، کاسه رو از دستشون بگیرم، کاسه رو از دست رسول الله صلی الله علیه و سلم. این شرف رو من به هیچ به دنیا عوض نمیکنم. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصیتشون رو احترام میذارن، اون کاسه رو دستشون میدن. ببینید این خیلی مهمه که وقتی ما اون شخص در قصه حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم بهشون امر میشه که بچه‌شون رو قربانی کنن. خب دیگه حضرت ابراهیم میتونه شمشیر بگیره، بچه رو بیاره صداش بزنه اسماعیل جان اون ور رو ببین، تا نگاه کرد بزنه گردنشو، اما این کارو نکرد. فلما بلغ معه السعی،
گرفتش دور از چشم دیگران، دور از به اصطلاح افرادی که بیان اون رو مجبور کنن به غیر از خواسته خودش تصمیم بگیره. اومد پسرم یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، به من امر شده، دستور الهی است و وحی الهی اومده به من که من تو رو سر بزنم. فانظر ماذا ترى. خب شما چی میفرمایید؟ شما چی میگید؟ نظر شما چیه؟ با اینکه دستور از الله متعال است و پیامبر هم باید این دستور رو اجرا کنه. باید اجرا کنه. اما این فردی که میخواد دستور رو اجرا کنه، من میخوام که شخصیتش خودش نقش داشته باشه یا نه؟ بله. یه دستوری هست که من اجرا میکنم بر فلان شخص، اونم هیچ حقی نداره، باید. خب اون نقشش توی میدان چی هست؟ اجر و پاداشو من تنها میخوام بگیرم، خب اون نقشش چیه؟ خب پسر الان تصمیم میگیره بر حسب اراده خودش، شخصیتش قابل احترام گذاشته شده، آزادی و استقلال شخصیتش بهش اعتراف شده، اقرار شده به همه شخصیت وجود کیانش. خب اینجا میگه که افعل ما تؤمر، اون امری که از جانب خداست، خب همونطور که تو مکلفی در مقابل خدا، شما مکلفید، منم مکلفم. همونطوری که شما میخواید اجر و پاداش بگیرید پیش خودتون عزیز بشید، منم میخوام. چه بسا اگر این مسئله گفته نمیشد به اسماعیل علیه السلام و حضرت ابراهیم بدون اطلاع اسماعیل این کارو میکرد، شاید واکنش هم نشون میداد، اسماعیل رو ممانعت میکرد. یعنی یک کسی میبینه که بسو پدرش شمشیر گرفته دنبالش کرده، خب نمیدونه چیه، چرا میزنه منو؟ خب من چه کار بدی کردم؟ طبیعتا فرار میکنه، هزار یه فکر میکنه. همونطور که همون بچه گفتیم که مثلا چاقو رو دست گرفته میخواد کار خوبی کنه، مادر زدش. چرا منو زد؟ چرا منو میخواد بزنه؟ من چیکار کردم؟ حتما حضرت اسماعیل هم فرار میکرد که ببینه که بابا شاید کسی به شما اطلاعی اشتباهی رسونده، من کار بدی نکردم، منو میخواید به اصطلاح محاسبه کنی بر چی؟ اما نه، اینجا شخصیتش شناخته شده است، مسئولیت پذیری قبلا توش کاشته شده است، الان در مقابل این امر الهی احساس مسئولیت میکنه، همونطور که پدر احساس مسئولیت کرد که باید این امر الهی اجرا بشه. پسر هم احساس مسئولیت میکنه، ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، ان من مردونه تو میدان هستم، من صبر میکنم، امر الهی است، همونطور که شما مسئولیت داری در قبال امر الهی، منم مسئولم. خب اینجاست که به اصطلاح ما مهمترین مورد همین هست که ما فرزندمون رو یا هر کسی دیگه بهش بفهمونیم که تو برای خود شخصیتی هستی، تو قابل احترام هستی برای ما، تو این کار رو بکنی. وقتی ما میخوایم که بسیار این در هر موضوع این رو باید بچه برسونیم. خب میریم بازار، لباس، این لباس آقا همین لباس بیار، بابا من این رنگ خوشت نمیاد، غلط کردی، خوشت نمیاد، این لباس خوبیه ببینش. خب این دیگه ما چی کارش کردیم؟ زدیم تو سرش. بابا اگه من بهش بگم کدوم لباس رو میخوای، خب یه لباس خرابی میگیره، پول هم عربی الکی میره، 2-3 روز بیشتر دوام نمیاره، من میخوام که تا 1 سال باش بچرخه، من میتونم در فن به خرج بدم. خب همون لباسی که من میخوام لباس خوبی هست، من میدونم پارچه‌اش خوبه، خب 5-6 مورد رو انتخاب میکنم، میذارم جلوی بچه‌م ببینیم بابا این خیلی پارچه خوبی است، اینم خوبه، اینم خوبه. خب الان ما ببین کدوم یکیشو میخوای. الان من به شخصیت دادم، بهش احترام گذاشتم. یعنی جمع میکنیم بین احترام به شخصیت اون و بین رأی خودمون و نظر خودمون، هر دو تا رو با هم جمع میکنیم. اونجایی که رأی ما ارزش داره، به این معنا که اونجا که مثلا یه چیزی هست که از فهم بچه بالاتره، فراتره. این بچه مثلا 3 ساله چی میدونه که پارچه خوبش کدومه، پارچه بعدش کدومه، کدوم رنگ مثلا مال دختراست، کدوم رنگ مال پسراست. به اصطلاح اون به زرق و برقش نگاه میکنه. حتی اگر شما ببینید، شما وقتی که به بچه بگید این رو بگیر، تو کن بردی بگین که این کفشو برات بگیرم، یه کفش خوشگل‌تر میبینه یا بعد اصلا شکل نداره، خب میگه اونو میخوام. چی یعنی چی؟ یعنی منم وجود دارم، منم انسانم، چرا میخوای به من بگی که اینو بگیر؟ اما اگر نه، ما میومدیم چیکار میکردیم؟ 2-3 مورد خوب رو میگرفتیم جلوش میذاشتیم. بابا ببین
اینم خوبه. خب این خیلی محکمه، اینجا رو ببین، اینو ببین، زیپش رو ببین، این رو ببین بند داره. خب این رو ببین، اینجا یه عکس نمیدونم به اصطلاح فوتبالی هست، این نمیدونم چی هست. خب اینا رو براش میگیم. اولا ما براش شرح دادیم، فهموندیم که فکر کنه که وقتی چیزی رو انتخاب میکنه بر یک معیارها و مبانی خاصی باید اختیار بشه. خب بعدش بهش اختیار دادیم که از این 3 مورد 4 مورد یکی رو انتخاب کنه. یعنی براش احترام قائل شدیم، احساس کرد که من وجود دارم، من قابل احترام هستم، استقلال خودم رو دارم، بر مبنای آزادی خودم دارم انتخاب میکنم. خب حالا جناب دکتر در این صحبتی که شما فرمودید الان خب این یک وظیفه است که ما به هر کسی احترام بگذاریم و شخصیتش و رأیش ما باید مد نظرمون باشه. اما آیا همیشه این برای همه کودکان جواب میده؟ خب کودکانی هستن که طبیعتاً این احساس مسئولیتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم شاید در اونها به وجود نیومده. یعنی بچه‌ای هست که هنوز نیاز داره، بچه‌ای هست که براش خیلی چیزا مهم نیست، اصلا اهمیت نمیده به این مسائل. با همچین کودکانی ما چطور میتونیم رفتار بکنیم و چطور این احساس رو در اونها باید به وجود بیاریم؟ ببینید ما در ابتدا گفتیم که این احساس وجود، احساس شخصیت، این امر فطری است، از ابتدا هست. اما یه موردی می وجود میاد که ما دید ما اشتباهه. یعنی چی؟ به این معنا که مثلا یه پسری هست میاد خیلی مرتب اینجا میشینه، ما 2 ساعت برنامه داریم اینجا نشسته، بابا مامانش پشت تلویزیون دارن میبینن پسر ما چقدر مؤدبه، نیمی از نمیدونم بینندگان ما میبینن خیلی مؤدبه، 2 ساعت برنامه داره میره، این اصلا تکون نمیخوره، خیلی مؤدب نشسته، این ور اون ورم نگاه نمیکنه فلان خیلی. اما یه روانشناس وقتی میبینه که این پسر مشکل داره، بیماره، چطور تونست این همه مدت یه جا بشینه با اون وضعیت شرایط سنیش تطابق نداره این عمل، بپره، باید جست و خیز بزنه، باید نمیدونم به فکر ما مثلا، به تفکر ما، به دید ما آقا شیطنت بکنه. این طبیعتش هست، اقتضای سنش، اقتضای عمریش هست. و این کارو نمیکنه، پس این مشکل داره. در حالی که پدر مادر دیدشون این بود که مؤدب هست. خب در مقابل یک پسری هست که به اصطلاح جست و خیز میزنه و نمیدونم این ور بپر اون ور بپر، نگاه میکنه این گلا چطوری هست، اون گله دیگه چه رنگیه، این چیه که اینجا آویزون کردن، این تلویزیون اینجا چیکار میکنه، خب به هر چیز دست میزنه فلان. این خب یک نیروهای داخلی هست توش، این رو به کار انداخته که آقا اکتشاف کنه، این چیز جدیدی هست براش، این چرا این گرده، این نمیدونم چیه اینجا آویزونه، هر چیزو دست میزنه. ما بهش میگیم شیطنت، اما این چیز طبیعی است، نیازش هست، خوبم هست، خیلی نشان میده که این مخ داره کار میکنه، این فرد فعال هست. و اینو خیلی مهم است. یعنی ببینید بچه‌ای که به اصطلاح اگر یک نیروهایی که در بچه هست، اون توانمندی‌هایی که هست، اگر به کار نیفته، خب این حالت مرض هست و افت میکنه، از بین میره. بچه‌ای که میشینه جلوی تلویزیون، ما چرا میگیم که بچه رو نذارید بشینه جلوی تلویزیون، بشینه جلوی اینترنت و فلان؟ چیکار میکنه؟ این مخش میسوزه، خیلی از سلولاش داغون میشه. الان در پژوهش‌های جدید اصلا بچه‌ای که به اصطلاح زیاد جلوی اینترنت میشینه و نمیدونم با موبایل ور میره و با نمیدونم لپتاپ و آیپادش ور میره، 2 ساعت میشینه، نیم ساعت میشینه، بیشتر میشینه، این رو در پژوهش‌های جدید اسمش رو میذارن اعتیاد. این اعتیادش دقیقاً مثل اعتیاد به اصطلاح مخدرات و نمیدونم خطرش مثل اوناست. اون باعث میشه که جسم انسان از بین بره، مخ انسان بسوزه. این هم دقیقاً خیلی از سلولای مخ از بین میره. اون قدرت که به اصطلاح در بچه هست که با محیط اطراف در تماس باشه، از محیط یاد بگیره، به اصطلاح هر چیزی رو کشف کنه، قدرت اکتشاف و قدرت رابطه برقرار کردن با محیط، این رو از همه از بچه از بین میره، میکشه. این استعدادات کلا داغون میشه. این یه نوع اعتیاد بسیار خطرناکی است. پس این دید ما چی هست؟ اینه که ما احیانا دید ما اشتباه است که بچه احساس به مسئولیت نداره. اگر نداره پس اشتباه از من و به اصطلاح منی بوده که این رو تربیت کردم. خانواده این احساس رو ازش گرفتن. شما می‌بینید که مثلا بچه هنوز 10 سالشه میشینه سر سفره، مامانش از اون ور
قاشق میذاره تو دهنش. چرا؟ نمیتونه غذا بخوره، بلد نیست چطور غذا بخوره. توی سفره میشینه نمیدونه چیکار بکنه. چی به چیه؟ چرا؟ چون که این یه فن است. میخواست یاد بگیره. روزی که میخواست یاد بگیره مادر نگذاشت که لباساش کثیف میشه. پس این قدرت بذار بخوره، لباساش کثیف بشه. آقا لباساش اصلا در بیار، بذارش روی پلاستیکی، بذاره هر جا رو کثیف کنه. یه بار کثیف میکنه، 10 بار کثیف میکنه، بعدش چی؟ یاد میگیره. چرا اینجا ما که نظافت لباس ها رو دیدیم اما اون تلاش و اون کوشش و اون سعی و اون یادگیری رو داشت ندیدیم، اون رو تشویقش نکردیم؟ خب در مقابل ببینید بچه بذار زمین بخوره، خیلی زیبا بود. همین دیشب که مثلا ما تو سفر بودیم، خب فاطمه کوچولو میگفتیم دستتو بده بابا، مادرش میخواست دستشو بگیره راضی نشد. خب رفتیم اونجا پله برقی بود، خب اولش همینطور خودشو پرون رو پله برقی افتاد و اینجوش هم زخم شد و خون شد و فلان شد. خب طفلکی خیلی اذیت هم شد و خب رفتیم بالا، رسیدیم به صلاح و پاکش کردیم اینا و گفتم خوب شد بابا، حداقل یاد گرفتی که دیگه بعد چطور با پله برقی رفتار کنی. الان ببین زخمی شد درست، خب این مقدار چند قطره خونش هم ریخت، خوبه برای صحتش، خوبه جسمش دوباره به اصطلاح خون تولید میکنه. لبش الان اینجوری به اصطلاح باد کرده، اما خیلی چی شد؟ یه مهارت یاد گرفت. یاد گرفت که مثلا چطور حرف دیگران رو بشنوه، خب به اصطلاح توجه کنه به دیگران وقتی بهش چیزی میگن. از باب این نیست که اختیارش رو میخوان ازش بگیرن، میخوان توجیهش کنن. قبل از اینکه توجیه بشه پرید. خب الان یه اشتباهی کرد و تحمل مسئولیت هم باید بکنه. این رو باید به بچه‌مون برسونیم. بچه میاد دعوا کرده با بچه همسایه، یا نمیدونم همسایه روش داد کشیده، بی خود میکنه سر بچه من داد میکشه. ما میام یه دعوا و مرافع، 2 تا همسایه، 2 تا فامیل، 2 تا برادر با هم دعواشون میشه سر چی؟ سر 2 تا بچه با هم دعوا کردن. بذار بچه دعواشو بکنه. کی مشکل رو درست کرده تحمل مسئولیت بکنه. شکست نمیدونم بچه چیزی رو شکست، بابا این رو شکستی؟ آفرین، برو از پول تو جیبیتی که مثلش بخر، خودت شکستی. اشتباه کردی، خب نمیدونم دفتر برادرش رو پاره کرد، خب نگاه میکنید بله این بنده خدا چیزشو به اصطلاح نوشته بود، تکالیف مدرسهش رو نوشته بود. بابا این بنده خدا نوشته بود، شما پاره کردی، حالا بشین مثلش رو بنویس براش. احساس بدیم که در مقابل اشتباه خودش مسئوله، در مقابل خوبیایی هم میکنه تشویقش کنیم. تشویق این معنی نیست که سر هر چیزی به اصطلاح بهش جایزه بدیم. جایزه دادیم دیگه همیشه اگر جایزه دادی میکنم، ندادی نمیکنم، یا طمعش بدیم این کارو بکن تو برات جایزه داره. یه بار 2 بار تشویقی بله، اما نه همیشه باید این احساس بکنه که نه این وظیفه منه، این مسئولیت منه، در قبال این چیز مسئول. و برای رسوندن مثلا مفهوم مسئولیت نیاز نیست که ما بیش به جملات منفی رو براش هی تکرار کنیم. ببین لباسات عوض کردی نکردی بازی بی بازی، نه خیر. میتونیم همین جمله رو یه طور دیگه بگیم، میخوای بازی کنی برو عزیزم لباسات عوض کن تو کثیف نشی. خب به جای اینی که نه بهش بگیم یه صدرایی براش بذاریم، همیشه جملات مثبت رو استفاده کنیم. جمله مثبت به اون احساس میده که اون شخصیت داره، اون داره زور بهش گفته نمیشه. شما وقتی بهش میگی که نه این کار رو باید بکن نکردی این کار، میگه نمیخوام. میخواد که به اصطلاح به خودش نشون بده که من هستم، اشکال نداره یه چیزی ضرر کنم، اشکال نداره. خب بابا اگر رفتی لباساتو بازی عوض کردی نکردی خونه عمو رنیم نمیبرمت، خب نبریم، میرم تلویزیون تماشا. خب احساس میکنه که بله با این کارم ثابت کردم خودم هستم. اما نه، برو لباساتو بپوش که بریم پیش عمو. خب الان تشویقش دادیم. یعنی همیشه سعی کنیم که مثلا احساس بدیم که اون کاری رو که انجام میده به آزادی خودش، به اختیار خودش، از باب استقلال خودش این کار رو انجام میده. در ثانی خب میاد با ما واکنش نشون میده، میاد اظهار وجود میکنه. وقتی مشورش میکنیم خب ما
چه به اصطلاح یه جا میخوایم بریم. خب اگه بگیم مثلا میخوایم بریم پیش عمو سلیمانی یا بریم پیش عمو انصاری، اصلا ما میخوایم بریم پیش عمو سلیمانی. خب بگیم خب اومد گفت عمو انصاری نه خیلی بیخود کردی، پس مشورت چی بود؟ اما همین رو میتونیم یه جوری دیگه بگیم. ما میخوایم بریم خونه عمو سلیمانی که میخوایم بریم، قبل از نماز عصر بریم یا بعد از نماز عصر؟ خب میخواید از اون راه بریم که اون پارکه است یا از کنار کوه بریم؟ ما وقتی که به اصطلاح مشوره میکنیم یعنی چی؟ یعنی چند موردی که به اصطلاح وجود داره و ما احتمالش هست که ما عملی کنیم، چون اگر عملی نکردیم یعنی چی؟ یعنی بهش یاد دادیم بدقول باشه. بهش یاد دادیم که وقتی حرفی میزنه در قبال اون حرفش مسئولیتی رأیش مهم نیست. نه تاش باشه. حرف اول آخر ما میزنیم اونم مجبور قبول میکنه. دقیقاً. حالا جناب دکتر، من نوعی به عنوان بزرگتر وقتی بخوام نگاه بکنم به فرزند خودم، برادر و خواهر کوچکتر خودم، از کجا متوجه بشم که این مسئولیت پذیر هست یا نیست؟ یعنی اگر بخواید شما تقسیم بندی بکنید بچه‌ای که مسئولیت پذیر هستن و مسئولیت پذیر نیستن، اون کسایی که مسئولیت پذیر نیستن چه ویژگی‌هایی دارن، چه صفاتی دارن، چطور متوجه میشین که این مسئولیت پذیر نیست؟ از سلوکشون، رفتارشون. مثلا میبینیم که هر جا نشست تا میاد اینجا یه دنبال قلمی باشه، اینجا می‌نویسه یادگاری آقای رفیع انصاری. یعنی چی؟ هر چیزو بزن خراب کن. تو خیابون میری یادگاری، نمیدونم رو درختو کندن اسم خودش رو نوشته، تو اتوبوس میری نمیدونم چی. یعنی اتلاف مثلا ممتلکات دیگران. یعنی چی؟ یعنی اینی که من هیچ برام قابل ارزش نیست، هیچ برام مهم نیست، من وقتی مثلا پولی دستش میدی ولخرجی میکنه. ولخرجی کردن یعنی چی؟ یعنی ارزش اون مال رو نمیدونه. یعنی بچه هنوز احساس نکرده که این پولی که داره مصرفش میکنه در این مسیر، این پول در واقع زحمت عرق ریختن و نمیدونم این همه تلاش پدر هست در مدت 2-3 روز. 2-3 روز پدر اینقدر کار کرده، حقوق پدر چقدره؟ خب تقسیمش بکنی میبینه مثلا به حقوق یه روزش رو آقا میاد با دوستاش مثلا ولخرجی میکنه. یعنی این که مسئولیت پذیر نیست، در مقابل این احساس نداره. وقتی یه چیزی رو میزنه، توپ میزنه به شیشه میشکنه، میدونه که میشکنه، از قصد میشکنه، خب احساس نداره. یا مثلا وقتی خب شکست، کی شکست؟ نمیدونم، یکی کلاغی رو زد شکست. وقتی دروغ میگه یعنی چی؟ یعنی در مقابل اون اتفاقی که افتاده هیچ احساس مسئولیت نمیخواد تحمل کنه. وقتی اومد گفت که ببخشید من اشتباهی زدم، اشتباه شد، شیشه شکست، خب میدونه شاید دعوا بشه، شاید مثلا تنبیه بشه، اما چون خودش انجام داده و احساس مسئولیت میکنه واقعیت رو میگه. واسه همینه که دروغ یک مسئله‌ایه که دین اسلام روش خیلی تاکید داره. یک مسلمون نمیدونم میتونه دزدی بکنه، بله احتمالش هست، میدونه نمیدونم کارهای دیگه بکنه، احتمالش هست. دروغ گفت فرمودن نه. دروغ یعنی چی؟ صداقت یعنی اینی که من در مقابل هر آنچه اتفاق میفته ایستادم. هر کاری که از من سر میزنه، هر صحبتی که میکنم من مسئولم. دروغ یعنی چی؟ یعنی اینی که من هیچ گونه مسئولیتی رو نمیخوام قبول کنم. یعنی اینی که من اگر در مقابل چیزی قرار مسئول باشم، این مسئولیت رو میندازم رو دوش دیگران، سرباز میزنم، برام هیچ مهم نیست. خب یعنی اینی که خودم رو ضایع کردم، دیگران هم برام مهم نیستن. دقیقا مثل معتاد نه احساس به خودش داره و نه احساس به اطراف، فقط خودش به خودش. یا اینی که این عدم احساس مسئولیت میاد به حدی میرسه که انسان یکی از ویژگی‌های شیطان درش نمود میکنه. چطور؟ یعنی هر کاری که میکنه براش تفسیر داره، تعویل میاره. آقا
هر حرفی شد و نشد میاد این کارو کردم، بله من کردم که میخواستم اینطوری بشه فلان این شده. شیطان رو خداوند چی گفت؟ وقتی بهش امر کردن که برای امر الهی است، تو الان مسئولی که امر رو اجرا کنی. اومد گفت نه. چرا؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. منو از آتش درست کردی، این رو از گل. این چه ربطی به موضوع داره؟ امر شدی که آقا یک امر رو اطاعت کنی، میره دنبال یک بهانه تراشی که یه بهانه‌ای پیدا کنه که من این کار رو میکنم، من بر حقم. خب این خیلی بده. وقتی اگر در این مرحله بچه رسید یا یک انسانی رسید، خیلی خطرناکه. هر کار زشتی رو میکنه، نمیاد بگه که مثلا حتی نمیخواد اعتراف کنه، میخواد نشون بده که من مسئول هستم. درسته من این کار رو انجام ندادم به این خاطر، یه بهانه‌ای برای خودش درست کنه. عذر بدتر از گناه. عذر بدتر از گناه میاره میتراشه و به اصطلاح خودش رو به اصطلاح میخواد تبرئه کنه. یه مواردی هست که افرادی هستن که از همیشه شکایت دارن از هر چیز. از روز خوشش نمیاد که به اصطلاح خورشید داره، از شب خوشش نمیاد که تاریکه، نمیدونم از هر چیز شکایت میکنه. این که از موارد بسیار خطرناکی است که ما در خیلی از افراد میبینیم همین که شکایت میکنه. خیلی از سوالاتی که مثلا عزیزان در سفره دل میفرستن، شوهرم اینطوریه، فلان علان، برادراش اینطوریان، خواهرش اینطوریان، فلان. احساس میکنی که مثلا این طرف میگه که چی؟ همه دنیا بر علیه من معصوم به اصطلاح اعلام جنگ کردن. بدبخت‌تر از من دیگه نیست اصلا. ای بابا چطور میکنه؟ واسه همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من قال هلك الناس فهو اهلكهم. کسی که میاد میگه که همه بدن، این از همه بدترش همینه. همه نمیدونم ویران شدن، همه داغونن، همه فلانن، همه. یعنی چی؟ من که دردونه به اصطلاح منم که از شاخ شمشاد افتادم. نه بابا تو هم مثل این. یعنی پس اینجا یه خللی هست. نمیشه گفت همه دنیا خرابن و این آقا خوبه. پس این مشکل در عینک این آقاست. همه دنیا نمیشه تاریک بشه. عینک سیاه پوشیده نگاه میکنه، بعد همه دنیا سیاه دیده میشه، تاریک دیده میشه. یکی این مورد هست. یکی موردی که مثلا میبینیم که همیشه داد و فریاد دارن، بچه‌ای که همیشه به سر همدیگه میپرن و دعوا و مرافع و بزن به این و بزن به اون. یعنی چی؟ یعنی لاابالیگری. یعنی اینی که بسیار هیچ چیز برام مهم نیست. من یا مثلا بچه‌ای که میبینی میری تو خیابون، خب الان آدم میپرسم پدر مادر کجان؟ خانواده کجاست؟ ببینید ما انسان ها عجیبیم. خداوند متعال در همه این موجودات و خلایقی که خلق کرده، به خصوص این پستاندارای خودمون که ما شباهتی به اونو داریم، چه قدرتی داره. ببین تا بچه فیل به دنیا میاد روی چرت و پش شروع میکنه به حرکت. تا نمیدونم بچه شیر به دنیا میاد مادرش یه دومی بهش میزنه که برو یه چیزی بگیر بیار بخوریم با هم. را میفته میره دنبال شکارش. تا گنجشکی میخواد مادرش بذار بیفته. خیلی وقتا میبینیم میفته میمیره هم. اشکال نداره، میخواد آدم بشه را بیفته، بیا باید یه کاری بکنه، حرکت بکنه. در همه این پستاندارا ما میبینیم ضعیفترین، خداوند متعال ضعیفترین مخلوقی خلق کرد بنی آدم است. از مادر به دنیا میاد هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب تو یک حکمتی هست. فقط گریه کردن بلده. یه حکمتی خداوند تو این گذاشته. تا آقا تازه 2 سال و نمیدونم 6 ماه و 8 ماه و 10 ماه تازه میخواد 4 دست و پا حرکت کنه. این همه مدت. یعنی این ضعفی که خداوند گذاشته تا این در یک محیط جامعه قرار بگیره، در یک محیط خانواده قرار بگیره، یاد بگیره، از دیگران یاد بگیره، تلقین بشه، بفهمه که چی به چیه. چرا؟ چون که این در مقابل همه این کائنات مسئوله. وقتی خلیفت الله هست، پس این خلیفت الله باید یه مراحل رو طی کنه تا بیاد اون به اصطلاح شخصیت یا اون وظیفت خودش رو انجام بده.
اینی که محیط خیلی مهم هست، خانواده خیلی مهم هست. وقتی که میاد مثلا بچه‌ای تو خیابون میاد نمیدونی که دختره یا پسره، ریختشو میبینی، لباسشو میبینی، سر خیابون میاد حرکتاشو میبینی، این یعنی چی؟ بعد چی میگه؟ این بیبندوباری و لاابالیگری و نه احترام برای خودش نه احترام برای دیگران، اینا رو بعد میاد به اسمش رو میذاره آزادی. این همون مثلا ترفند شیطانی هست که یک بهانه تراشی، اسمش رو عوض کردن، نمیدونم این کاری که من میکنم درسته چون که اسمش آزادی هست، چون که من آزادم. خب بیبندوباری رو اسمش رو میذاره آزادی. یعنی این چی؟ یعنی این که من در مقابل هیچ چیزی هیچ ارزشی رو قبول ندارم، هیچ چارچوبه‌ای رو من قبول ندارم، هیچ مرزبندی رو من قبول ندارم. زندگی حیوانی، این کاری که به اصطلاح حیوانات درنده فقط این مورد رو دارن. حتی حیوانات درنده هم حد و مرزی برای خودشون دارن. شیر نر میاد یه محوطه‌ای رو بیاره به اصطلاح ادرار میپوشه که این محوطه من هست، کسی حق نداره توش بیاد. اما این انسان دوپا که میخواد اشرف المخلوقات باشه احیانا میاد به این چی؟ یعنی اینی که محیطی که درش این رشد کرده یه محیط لاابالیگر بوده، یه محیطی بوده که به اصطلاح این حس مسئولیت فطری که درش بوده این کشته شده. واسه همینه که میبینیم به اصطلاح از مدرسه غایب میشه، دیر میاد خونه، نمیدونم هر وقت دلش بخواد بیرون، در فضای خونه نه پدری رو میشناسه نه مادری، حرکتایی میکنن. بعضی چیزا هست که ما اصلا حتی برخی از ما که از رشد دینی خوبی هم برخوردار هستیم، یک نوع پایبندی های دینی داریم، اما چون که در مقابل خانواده این برامون هضم نشده. خب من یه خانواده میشناسم که مثلا چند تا پسر دارن، خب پدر و مادر پیر الان دم مرگن، یه پسر تو خونه نیست، هر یکی برای خودش مثلا هر یکی هم خودش رو عالم الدهر میدونه، هر یکی هم رفته دنبال کار و دنبال یعنی چی؟ یعنی اینی که احساس نمیکنه چند تا خواهرن، نمیدونه هیچ کی یه برادری در کنارشون نیست. خب اینجا چی میشه؟ این خواهری که همچنین موردی این هم تمرد میکنه، این هم نمیدونه پسر یا دختره، تصرفاتش اینچنینی میشه. خب میخواد رو پای خودش وایسه، هیچ پناهگاهی نداره، در کنارش نه پدری داره نه مادری نه نمیدونم برادری نه کسی. این با یک زندگی بسیار بزرگ، با یک زندگیش توش همش به اصطلاح واکنش هست، همش خطر هست، با اون میخواد در بیفته، مجبور میشه. خب همینطور به اصطلاح اون برادر همین اینجا که به اصطلاح این فضای چی هست؟ فضای لامسئولیت، که آقا من یعنی من. وقتی که انسان منیتش گل کرد، اطراف رو ندید، جامعه رو ندید، فضای به اصطلاح خانواده، فضای جامعه، فضای امت اسلام، فضای بشریت، اینا رو همه رو ندید، این دیگه انسانی هست که مثل که به اصطلاح ویروس هست، مثل میکروب هست. این هر چقدر در خودش مصلح باشه باز ضررش برمیگرده به این فضای دیگه، چرا که تصرفات یک انسان مسئول نیست. خیلی ممنونم جناب دکتر. اگر اجازه بدید برنامه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود ان شاءالله. بعد از میان برنامه همچنان موضوع رو با شما بینندگان عزیز ادامه خواهیم داد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندانتان را بر 3 خصلت تربیت نمایید: محبت پیامبرتان،
و محبت خاندانش و تلاوت قرآن، چرا که حافظان قرآن در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه او تعالی نیست، با پیامبران و برگزیدگان الله در زیر سایه عرش الهی قرار می‌گیرند. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان، همچنان با شما هستیم و حضور ناگهانی جناب دکتر در استودیو با ادامه موضوع برنامه مسئولیت پذیری در کودکان و آنچه که مرتبط میشه به این مهم. جناب دکتر قبل از میان برنامه درباره یک سری از رفتارهای نامناسبی که دلالت بر عدم مسئولیت پذیری داشت صحبت کردید. حالا اگر بخوایم این مشکلات رو حل بکنیم، راه حل این مشکلات چیه؟ حالا فرزندی به هر دلیلی، کوتاهی والدین، اطرافیان، جامعه، تاثیر جامعه، عدم آشنایی با این مهم، احساس مسئولیت نمی‌کنه. این مشکل چطور حل بکنیم؟ راهکارها چیه؟ راه حل‌ها چیه؟ ببینید، اولین نقطه‌ای که باید روش ما تمرکز داشته باشیم اینه که بهش برسونیم که وجودش برای ما مهم هست و ارزشش به خاطر خودش هست. طردش نکنیم. حالا هرچی هست، مریض هست، نمیدونم به اعتبار ما کودن هست، ما چیزی به نام کودک کودن نداریم. خب نمیدونم یک بیماری دائمی داره، خب چیش نداره، گوش نداره، یه موردی داره، طردش نکنیم. این خیلی مهم هست که ما به کودکمون، به فرد برسونیم که خودش برای ما مهم هست. ببینید احیانا طوری میشه که ما دنبال توی دغدغه میافتیم که خودمون نمیدونیم چجوری جمعش کنیم، به خصوص وقتی که یک نوع توافقی بین پدر و مادر نباشه. توافق در مورد به اصطلاح تربیت، اما اگر اختلاف باشه که اون دیگه ویرانگر هست. خود به اصطلاح محبت و عشق و صمیمیت والدین خیلی خیلی مهم هست که در انعکاسش روی به اصطلاح تربیت فرزندان. اما نه، مادر مثلا فهمیده است بچه داره گریه میکنه، خب مادر میدونه که بچه میخواد به این با گریهش به یک مرادی برسه، میخواد که نه بذار گریه کنه، به هدفش نرسه، تا بدونه که گریه راه حل نیست. در مقابل پدر هست، میخواد استراحت کنه، میخواد نمیدونم تلویزیون تماشا کنه، میخواد نمیدونم کار کنه، بابا ساکتش کن. مادر میخواد نه بذار گریه کنه، خودش ساکت میشه، بعد از اینکه ساکت شد خود. اما پدر حوصله نمیکنه. دیدگاه هر دو طرف متفاوته. اون میخواد که این مشکل همیانان حل بشه، اما مادر میخواد که ریشه‌ای حلش کنه. خب حالا چی میشه؟ پدر میگه که بابا یه چیزی بهش بده، خفش کن، بذار یه کاری که چی میخواد بهش بده. الان چی شد؟ بچه گرفت که راه رسیدن به هدف گریه است. الان تا هر کوچیک بزرگی میزنه زیر گریه. الان اینجا یک نوع عدم اتحادی که بود در مسئله تربیت، این باعث شد که بچه بدونه که چطور سوء استفاده کنه. مجال. خب الان ما این مجال رو نباید بهش بدیم، باید بهش برسونیم که نه، تو شخصیت داری، احترام داری، به خاطر اینکه خودت هستی.
گریت نمیدونم حرکت های این چونینی زیاد برای ما مهم نیست. میخوای به هدفی برسی، راه رسیدن به این هدف خودت اومدن پیش اومدن هست، نه اینکه خودت رو پرت کنی و میخوای از دور به ما تحمیل کنی با سر و صدا و با گریه و با داد فریاد. مثلا مهمترین چیز اینه که ما طرف رو قبولش کنیم، طردش نکنیم. طرد کردن مشکلاتی که داره حتی در محیط مثلا یک خانواده، طرد کردن به چه معناست؟ که مثلا وقتی شما میایید یه بچه رو تعریف میکنید و هی تو سر میزنید مثل برادرت باشه، مثل خواهرت باشه. خب این چه اتفاقی میفته؟ اون برادر یا خواهری که شما گفتید مثل اون باش، اون تشویق میشه، اون احساس به وجود میکنه من کسی هستم. در مقابل طرف دیگه سرکوفت میخوره. یعنی اینی که تاری بهش میگی که تو پیش ما هیچ ارزش نداری، قبولت نداریم، طردش کردیم. خب این دیگه چه وقت مسئولیت پذیر میشه؟ هرگز. خب ببینید قصه حضرت یوسف خیلی برای ما مهم است. حضرت یعقوب میاد یه پسرش رو عزیز میکنه، خب چی میشه؟ بچهای دیگه غیرتی میشن، حسادت میکنن. حسادت تا چه حدی میرسه؟ تا حدی که میخوان برادرشون رو بکشن، نقشه قتل میکشن. یعنی چی؟ یعنی دیگه این فقدان هر گونه مرزبندی است. با اینکه اون انسان ها مؤمن به یعقوب علیه السلام هستن، برادرش کافر هم نیستن. فرزندان یعقوبن دیگه، فرزندان پیامبرن دیگه، ایمان دارن به این چیزها، ایمان دارند، از یک رشد تربیتی خیلی خوبی هم برخوردارند. در قضیه مسائل دیگه میبینیم که تصرفاتشون تصرفاتی نیست که به اصطلاح ازشون خورده بشه گرفت. نه. اما در این مورد حسادت به جایی میکشونه که نمیتونه، که به اصطلاح این از به اصطلاح از محیط خارج میشن، این که تصرفی میکنن که خودشون حتی در اثنای به اصطلاح چه کار باید کرد، اختلاف بینشون ایجاد میشه. خب این اختلاف نتیجه چی هست؟ نتیجه یه چیزی هست که میدونن که دارن چه کار دارن میکنن. خب بکشیم نه نکشیم، تو شو بندازیم، تو هر کی به اصطلاح بیاد ببردش. به هر حال گفتم و تکون من بعد قوما صالحین، یعنی بعداً توبه میکنن، میدونن که این کارشون هم کار اشتباهی بزرگ است. دقیقاً. خب این مورد یکی اگر مثلا چطور میتونیم ما طرد کردیم اینجا، ما اون بچه‌هایی که به اصطلاح سرکوفت زدیم در واقع اونا رو طرد کردیم، ما شما رو نمیخوایم چون شما اونطوری نیستید. ولی اینکه هدف ما طردمون نبود، هدف ما این بود که ما سعی می‌کردیم که اون رو با این صحبت‌های خودمون اصلاحش کنیم. ببینید هیچ پدر و مادری هدفشون خراب نیست، اما وقت تصرفی میکنند که هر تصرفی، هر کاری یه پیام داره. این پیام رو پدر مادر میخوان بگن یا نگن، فرزند این رو میگیره. چرا برادرم اینقدر عزیزه؟ این مهم نیست براش، مهم اینه که من طرد شدم، من عزیز نیستم. برادرم رو عزیز کردن، من رو طرد کردن. این پیامیه که مثلا این تصرف میرسونه. خب یا مثلا بچه‌ای هست خب بیمار هست، وقتی بیمار شد ما اهتمام دادیم بهش، خب خوب است، بهش نشون میدیم که برای ما مهم هست. خب یه بیماری هست که خب یه بیماری آنی هست، رفت میشه. یه بیماری هست که دائمی هست، حتی یه بیماری دائمی، ببین بیماری بچه یه ابتلاست، یه آزمایش الهی است. آزمایش هست برای خود بچه و آزمایش هست قبل از اون برای خانواده. و تو این آزمایش خیری هست. در هر مسئله یه خیری، یک حکمتی هست که حالا ما احیانا بهش میرسیم، احیانا نمیتونیم بهش برسیم، اما خیری هست. و همین کمترین چیزش اینه که وقتی که خداوند متعال کسی رو مورد آزمایش قرار میده، در واقع در خود همون شخص یک قدرت هایی میذاره که این آزمایش براش آسون هست، تحمل این آسون هست. خداوند متعال وقتی یک مصیبتی رو میاره، در قبل از اینکه مصیبت نازل بشه یه صبری رو میاره برای اون شخص که با اون صبر، با اون قدرت پتانسیل صبری که درش گذاشته، میتونه با این به اصطلاح معضله‌ای که اتفاق افتاده مقابله کنه. قابل هضم هست براش. خب شاید برای ما خیلی سخت باشه، ما که نظاره‌گر از دور هستیم میگیم اوه فلانی خدا بهش صبر بده، چقدر زن بسیار توانمندی است، چقدر زن خوبی است، فلان بچه فلجو داره بسیار. اما وقتی میری تو محیط اون خانه خیلی میبینی که خیلی احساس سعادت میکنه که یه بچه داره، دیگه را بچه نداره.
فرج هست بله، اما اینه که به اصطلاح اگر اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم به این بچه بها ندادیم، یعنی طردش کردیم، سرکوفت زدیم، تو باعث دردسر ما هستی، دست و پامونو گرفتی، میخوایم هر کاری بکنیم بچه فرج افتاده تو خونه. خب مادر تلفن میکنه خواهر والله خیلی دلم میخواست بیام تو به عروسی مثلا بچه‌تون، اما خب دست پا ما رو گرفته، بچه فرج داریم. یعنی چی؟ اینا همه پیام هست که این بچه دریافت میکنه. ما فکر نکنیم که بچه‌ها نمیفهمن. بچه‌ها خیلی زرنگن. از همون کوچیکی، از قبل از تولد ما گفتیم بچه احساس میکنه در رحم مادر داره میگیره. خب این چیزایی که ما میگیم بابا، ما میگیم که بابا احساس نمیکنه فلان، نه اینطوری، اینا همه میره تو عقل باطن بچه، در زندگیش مؤثر هست، در آینده بچه، در ساختار فکری بچه، در تربیتی بچه مؤثر هست. خب همه اینا باید مد نظر باشه. یکی که به اصطلاح اگر عیبی چیزی داره، این عیب رو همش سرکوفتش نزنیم، عیبش بگیم کوره، کره، نمیدونم فلانه یالانه، یا بد و بیرا بهش نگیم، چون که این خود بد و بیراها یا نفرین کردن یعنی چی؟ یعنی وقتی پدر یا مادر بچهش رو نفرین میکنه، یعنی اینی که داره اون رو میکشه، یعنی احساس بهش میده که هیچی براش ارزش نداره. مادر رو میگی که چرا نفرین میکنی؟ میگم خب از روی بدی که نمیخواد، مادر میخواد اصلاحش کنه، اما چی؟ میخواد که اصلاح ابروش رو درست کنه، میزن چی شکور میکنه. اون هدف کور کردن چشم نمود، اما شیوه اجرا نادرست این نتیجه رو داد. خب یا سرزنش های مداوم، این کارو نکن، اون کارو نکن، این کارو کردی، چرا این کارو کردی فلان. بابا مگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بزرگترین مربی نیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، آقا انس میاد میگه که من 10 سال پیامبر رو خدمت کردم. روزی که رفت در خدمت پیامبر تقریبا چقدر عمرش بود؟ 7 سالی بیشتر عمر نداشت. یعنی بین 7 سال تا 17-18 سال ایشون در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن. مرحله عمری بسیار شلوغی هست. کودکی رو داره، نوجوانی رو داره، ابتدای جوانی رو داره، نوجوانی که همش سرکشی است رو داره، ابراز وجود کردن رو داره، حساسترین دوره رفتاری. یعنی طوری که مثلا پیامبر خدا میگه برو این کارو بکن، برو فلانی رو یه چیزی بگوش بگو، میگه نمیرم. میخواد بره، اما میخواد که بگه که منم هستم. خب بعد پیامبر میبینه که داره مثلا بازی میکنه، میاد گوشو میگیره، انس جان چی شد؟ گفتم میرم یا رسول الله. همه این مدت رو میفرمایند 10 سال پیامبر رو خدمت کردم، هیچ وقت نشد که به من بگه کاری رو من کردم بگه چرا کردی. کاری که نباید میکرد، کاری که نباید میکردم و کردم به من بگه چرا کردی، یا کاری که میبایستی میکردم و نکردم بهم بگه چرا نکردی. یعنی چی؟ یعنی چشم پوشی از خیلی چیزا، خیلی چیزایی که بچه انجام میده نادیده بگیریم. چیزی که اونقدر مهم نیست تا بتونه خودش بدونه که این کاری رو که میکنه اشتباهست. ارزشش به اینه که سلوک، رفتار، گفتارش نماد باشه، بهترین باشه. وقتی که ما اینطور به اصطلاح تربیت کنیم بچه‌مون رو، خب این خیلی مهم است برای احساس به مسئولیت پذیریش. این طرد نکردیم، در مقابلش چی؟ محبت و عشق رو به وجود بیاریم. ببینید خیلی مهم هست که ما به بچه‌مون برسونیم که دوستش داریم. و اختلاف به وجود میاد، سوء تفاهم به وجود میاد، دعوا و مرافع به وجود میاد، عصبانیت به وجود میاد، اما بدونه که من و پدر مادرم دوست هم دارن. اشتباه کردم، اشتباه من بدشون میاد، لغزش من براشون، اما خودم عزیزم پیششون. خب و این محیط رو چطور به وجود بریم؟ ببینید تکنیکایی هست خیلی مهم هست. من وقتی به شما نگاه میکنم، تو چشاتون نگاه میکنم و تو قلبم میگم، تو خودم میگم که سلیمانی خیلی دوستت دارم، این پیام رو شما میگیری. من اسمی رو میذارم سلاح نگاه. حالا شما اسمشو بذارید سلاح نگاه.
سلاح نگاه خیلی مهمه، خیلی موثره و خیلی ارتباط‌های غیر کلامی. حالا از پدر مادر بپرسیم چقدر تو چشای بچه‌تون نگاه کردی؟ چقدر تو صورتش نگاه میکنی؟ همین که بهش نگاه میکنی خیلی مهمه. نگاه کن و تو دلت بگو دوست دارم بچم. شعر یادم افتاد میگه کاش میدانستم چیست آنچه از تیر نگاهت تا عمق وجودم جاری است. این تیر نگاه خیلی تاثیر میذاره. خب احساس میکنه که چرا شاید بگه بابا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چپ چپ نگاه میکنی. خیلی دوست دارم، میخوام از دیدنت لذت ببرم. این تیر نگاه. تیر دیگه هم آقا سلیمانی تو به اصطلاح چی میگن؟ تیردانش میگن چی میگن؟ جوری تیر میذارن. خب تو کنانش به اصطلاح یه تیر دیگه هم هست. تیر بوسه. هر وقت هر روز بچه‌ت رو ببوس. میگه سرش دیگه تیر نیست نه. بچه به هم میریزه کانا. از اینو مهمتر بغل کشیدن. بغلش بگی اومد از بیرون سلام کرد، بغلش بگی سرش رو در آغوش گرفتن. بچه رو در آغوش گرفتن خیلی مهمه. بزرگ باشه کوچیک باشه، مگه ما نیومدیم الان من سر راه اومدم واسه رو آغوش گرفتم فلان. این بیانگر چه هست؟ محبت. این محبت. این چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی ما رو برای سلام دادن تشویق میکنن مصافحه دست میدیم. میشه که از دورم گفت سلام علیکم سلام علیکم سلامت باشید، اما نه وقتی که دست میدیم ببینید دست به اصطلاح شیوه دست دادن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کسی بهشون دست میداد امکان نداشت پیامبر دستش رو ول کنه تا اون طرف دیگه خودش دستش شل کنه. امکان نداشت. ما میگیم بابا وقت نمیشه ما مشغولیم فلانیم. تو کل دنیا انسانی وجود داشته که مشغولیت‌هاش بیشتر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله باشن. وقتش گرانبهاتر از وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه. گرفتن و تا طرف دستشون رو شل نمی‌کردن پیامبر دستشون رو رها نمی‌کرد. خیلی مهم است همین لمس کردن، با آغوش کشیدن، بوسه زدن. یک موردایی هست که این خیلی مهم است که خانواده‌ای که مثلا زیاد میگن که خب بچه اذیت میکنه فلان میکنه، یه نوع نفور و یک نوع سوء تفاهم بیش میاد. اون باز تیر چی رو بگیم؟ حالا تیر ملافه یا پتو. خب وقتی بچه خواب است میایی بسرا پتوش رو درست میکنی، حتی پتوش درست باشه تکونی میدی، سرش رو میبوسی یا دست میکشی رو سرش. این احساس ببینید انسان وقتی میخواد بخوابه یه مرحله هست که خوابه، خب یه مرحله هست که بیدار میدونه واکنش نشون بده، یه مرحله هست که بین برزخ بین بیداری و خواب. این برزخ خیلی مهم است. در این برزخ ببینید انسان احساس میکنه که چی میگذره اما نمیتونه واکنش نشون بده. خب یعنی این مرحله است که دیگه تیر محبت میزنه تو هدف. خب وقتی که مثلا شما با خانمت یکم مشکل پیدا کردی، یه سوء تفاهمی شد فلانی شد، این تیر رو اینجا باید زد. یا با بچه در این لحظات به اصطلاح وقتی شما میایید پتو رو درست میکنید، وقتی دست میکشید رو سرش، وقتی که به اصطلاح بوسه میزنید رو صورتش یا روی پیشونیش، خب این چی میشه؟ این محبت عشق مستقیم میره قلب بچه رو، قلب طرف مقابل رو پر میکنه. اگر اصلا ناراحت هست، اگر مثلا دعوایی شده بود نمیدونم، اگر بر بیداری شما این کارو میکردی میگفت خود تو دیگه لوس نکن برو باید از همین، الان این قدرت رو نداره. الان دیگه خمار است دیگه توی، اما این یه طرفه این محبت میاد و خیلی وقتی که از خواب بیدار میشه میبینه که اصلا اثری از اون کدورت، از اون عصبانیت، از اون چیز نیست. چه بسا که همین حرکت تو اون حالتی که در ابتدای خواب و رویا هست با یک خواب و رویای زیبایی هم همراه بشه و کلا مشکل حل کنه. دقیقاً. پس اینه که ما اول این که طرد نکنیم بچه‌مون رو با اسلوبمون، با شیوه رفتارمون. دوم اینی که این فضا رو یک فضای محبت کنیم، این مسئله فضای عشق، بهشون احساس بدیم که دوستشون داریم. وقتی هم میخوایم اصلاحشون کنیم
از باب محبت اصلاح کنیم، از باب عشق اصلاح کنیم، عاطفه رو پررنگ کنیم. خب اینی که شما روزی به اصطلاح چند بار، 10 بار، 20 بار میری بیرون، میایی به اصطلاح خونه بچت از بیرون میاد، بلند میشی بغلش میگی. به اصطلاح دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فاطمه وارد خونه پیامبر نمیشد مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند میشد، ایشون رو بغل میکشید، میبوسید. یعنی اینطوری باید با دخترامون، با پسرامون. وقتی این شد چی میشه؟ بچه چی میخواد؟ بچه میخواد که احساس امنیت داشته باشه و محبت، از این که به صورت تو قلب پدر مادرش جا داره، از این که دوستش دارن، از این که پیش اونا عزیز هست، هواشو دارن، هر کوچیک و بزرگش براشون مهم هست. این بچه دارای شخصیت میشه، احساس میکنه که من با ارزشی هستم. حالا که من با ارزشم، هیچ وقت دیگه سعی نمیکنه از این ارزشی که داره کم بشه، یعنی سعی میکنه که خودش رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کنه. وقتی که مثلا یک اشتباهی ازش صورت میگیره، میدونه که این اشتباه حتما به پدرم خواهد رسید، اون آغوش، اون لطافت و گرمیش رو از دست خواهد داد، اون بوسه ها دیگه اون بوسه های قدیم نخواهد شد. احساس میکنه که یک امنیتی که داشت، یک محبتی که داشت ازش کاسته میشه. اینجاست که خودش میاد سرشو میندازه پایین. بله بابایی یه اشتباهی صورت گرفت، چی شد؟ تجدید شدم. بابا یک اشتباهی صورت گرفت، چی شد؟ اشتباه کردم. چی کردی؟ خب بچه همسایه این زدن تو دهنش. خب خلاص مسئولیت خودت هست. جناب دکتر، چون ما چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم، اگر در موضوعی که حالا شاید خیلی از بینندگان عزیز رو هم مشغول کرده باشه، موضوع بحث تعلیم و مسئولیت درس در خانه، حالا برخوردها خیلی متفاوته نسبت به درس فرزندان. تو این زمینه شما چه شخصی رو مسئول درس میدونید؟ خود فرزند، خانواده، محیط درسی؟ محیط درسی خب مهم هست، فضای مدرسه مهم هست، اما ما میبینیم فرد رو میاریم، خصوصا این افراد گنده 10 تا معلم میارن میذارن روی کله بچهشون، آخر سالی میبینیم که کودن از آب در اومد. پس محیط یا مدرسه مسئول اول نیست، خانواده که اصلا مسئولیت نداره. مسئولیت خانواده فقط مسئولیت بخشیدن، تزریق مسئولیت هست که بهش برسونن که خودیتی. پدر مادری که به بچهشون کمک میکنن در درساشون، در تکالیف مدرسه، در نمیدونم فلان، اینا دارن بچه رو داغون میکنن. این کمک منظورتون چی؟ یعنی اینکه تا وقتی که بچه نیومده از شما چیزی رو نپرسیده کمکش نکن. هیچ بهش نگو این کارو با اشتباه داری میکنه، بذار اشتباه کنه، کار اون هست. خب یعنی پیگیری هم نکنه خانواده که بچه درس میخونه نمیخونه، تو خونه این چیکار از میکنه؟ تشویق کنه، مدرسه تشویق کنن. آقا من اگر برای بچم خوشنویسی بنویسم، بچم خوشنویس نمیشه. براش انشا بنویسم، بره تو مدرسه بخونه، چهچه براش بزنم، بهش دروغ یاد دادم، بهش دزدی یاد دادم. اون آقایی که میبینیم کتاب نمیدونم 300 صفحه‌ای آقای سلیمانی رو میره میدزده، اسم خودش رو میذاره روش، این کدوم بچه است؟ این همون بچه‌ای که پدرش براش در کلاس سوم انشا مینوشت. خب پدر میخواست کمک کنه، ویرانش کرد. بذاریم خودش کارشو بکنه. ببینید بچه که متولد میشه، بچهای کوچیکو ببین چیکار میکنن؟ فرض میدن یک لحظه آروم نمیچینن. خب پاشو تکون میده، دستاشو تکون میده. چرا تکون میده؟ تکون نده میمیره. خب این دست من هست. خب یه ماهیچه‌ای اینجا هست. این بچه اگر اینجوری میموند دستاش خشک میشد. باید اینا حرکت کنه. حرکت میکنه، ما میبینیم چرا بچه اینقدر تکون میخوره فلان، این ماهیچه‌ها به حرکت در میاد و این بچه توانمند میشه. بذاریم بچه‌هامون یاد بگیرن این ماهیچه به اصطلاح قدرت، اون توانمندیایی که توش هست حرکت بیفته. بابا یه بار یه سال بچت تشدید بشه این عیب نداره.
مردود بشه عیب نداره، براش گریه نکن، خب برای واسطه گری هم نکن که قبولش کنن. پیگیری چطور باید باشه؟ پیگیریش با مدرسه است. یعنی مثلا من به عنوان پدر این فرزند، من نوعی الان چیکار باید بکنم؟ من مادر چیکار باید بکنم؟ چطور خبر بشم بچه‌م درس میخونه نمیخونه؟ دیدم تجدید شد، الان تجدید شد، دوباره بذارم تجدید بشه؟ بذار تجدید بشه، بذار مردود بشه تا وقتی که بفهمه که مسئول خودش است. چرا تجدید شد؟ چون که احساس نکرد که در مقابل این درس مسئول هست. پس یک تزریق مسئولیت رو باید انجام بدم. این وظیفه من هست، نه اینی که براش درس بخونم، نه اینی که به اصطلاح براش تکالیف بنویسم، نه اینی که در نوشتن تکالیف بهش کمک کنم. احساس مسئولیت رو ایجاد کنم. احساس مسئولیت رو ایجاد کنم که خودش بدونه. چطور مثلا برای بچه‌ای که درس نمیخونه چطور میشه احساس مسئولیت؟ تشویقش کنم که درس بخونه، تشویقش میکنم مثلا که همیشه وقتی ببینید تا ما ببینیم، ما یه مثال ساده میزنیم تو مدرسه که آقا معلم پرسید که آقا میخواید چیکاره بشید؟ یکی گفت که نمیدونم میخوام معلم بشم، زد تو سرش گفت که آقا تو چی نمیدونم فراش مدرسه نخواهی شد. یعنی یه چیز بزرگ رو جلوش بذاریم تا به طرف اون حرکت کنه، چیز کوچیک نذاریم جلوش. وقتی که ما به بچه‌مون میگیم که تو میخوای خالد ابن ولید بشی، تو میخوای صلاح الدین بشی، تو باید درس بخونی که نمیدونم یک شخصیتی بشی، تو میخوای که جامعه رو عوض کنی، تا وقتی که ما بچه رو میذاریم که آقا تو باید درس بخونی که دکتر بشی، پول خوبی گیرت بیاد، منصب خوبی گیرت بیاد، ما داغون جهت دهیش رو اشتباه میکنیم. منشی دکتر هم نمیشه. وقتی ما میخوایم بهش بگیم که میخوای پزشک بشی تا همه بیمارای فقیر و جامعه رو اصلاح کنی، مبتکر بشی، فلان بشی، الان داریم توش این احساس انگیزه رو به وجود میاره. یعنی 100 بهش بگیم تو حداقل به 70 و 80 و 90 برسه. ما 100 بگیم و ترکیز داشته باشیم که رو 100 برسه و میرسه. خب اینه که ما در تا وقتی که نتونیم تو بچه حس مسئولیت پذیری رو به وجود بیاریم، این رشد نخواهد کرد. تا وقتی که بچه بهش نرسونیم که خودش استقلال داره، اراده داره، باید انتخاب کنه، انتخاب نخواهد کرد، پیشرفت نخواهد کرد. وقتی که ما میاییم بهش تحمیل میکنیم یا کاراشو انجام میدیم، در واقع ما شریک جرم هستیم در اینی که این بچه بیچاره اون قدرت ها، اون توانمندی هایی که خداوند بهش داده از بین بره، احساس مسئولیت نکنه. حالا چیکار میشه؟ افت میکنه. درسته که ما به زور و با واسطه و به این اومدیم رسوندیمش دیپلم و وارد دانشگاه کردیم، حالا میبینیم که چه در جامعه ما چه معضله های اجتماعی به وجود میاد، چه به اصطلاح مدارک الکی میاد. اینا از کجا اومد؟ این همین محیط، خانواده، اطرافیان این رو خوردش کردن، نذاشتن. این انگیزه ها داشت، استعدادها داشت، همه این انگیزه ها و استعدادها رو اومدن دیگران، پدر و مادر اومدن به بچه گفتن که با پای ما راه برو. خب تا با وقتی که با پای پدر و مادر راه میرفت، خب میرفت. وقتی که پای پدر و مادر کنار رفت، دست و پا چلفت افتاد تو جامعه. خیلی ممنونم جناب دکتر، وقت ما پایان رسید. در پایان فقط صحبت پایانیشون رو با بینندگان عزیز میشنویم. خیلی خیلی از همه شما عزیزانی که این فرصت رو دادید تا در خدمت شما باشیم و به خصوص بچه‌های اتاق فرمان که همچنین سورپرایز رو امروز برنامه ریزی کرده بودن، کمال تشکر و سپاس رو داریم و از اینکه باز در خدمت شما هستم و با بینندگان همینطور رو در رو داریم حرف میزنیم. خیلی احساس سعادت میکنم و خوشبختم که در کنار شما هستم و از شما و از شبکه جهانی که وصال حق و از همه دوستان کمال سپاس رو دارم و از بینندگان که ما را همراهی کردن به این شرط و این امید که آنچه رو گفتیم رو به دیگران هم برسانیم. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از شما. همچنین تشکر میکنم از شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و همراهی نمودید و تشکر خاص از همه عزیزانی که پشت صحنه هستن، از احمد جان، از رفیع و منیر احمد، فرید و از حمزه محمود اینجا که پشت دوربین داخل استودیو با ماست و زحمت کشیدن تا این ارتباط بین شما و ما همچنان برقرار باشه. و بازم تشکر میکنم از حضور جناب دکتر در این برنامه، گرچه من اصلا انتظار نداشتم که اصلا نمیدونستم که جناب دکتر امروز صبح تشریف آوردن اینجا و رسیدن تا اینکه مستقیم در برنامه زنده حاضر شدن. الله تعالی رو شاکر بخاطر همه نعمتاش و از الله تعالی برای گذشتگان خودمون بخشش، رحمت و مغفرت خواهانیم و برای خودمون تا آخرین لحظه حیات استقامت بر مسیر
توحید رو تا برنامه بعد هم شما خوبان و بله همتان میسپارم. الله یار و نگهدارش. جزاک الله خیر. شکر الله لکم. الله یسلمکم و یبارک فیکم.